رمان مرهم زخمم، نویسنده فاطمه سما، قسمت 26. مادسر: زویا بگذار برایت توضیح بدهم. ببین، بین من و نگذاشتم باقی حرفش را ادامه بدهد، چون برایم ثابت بود که او مردی چشم و دل پاک است و در این مدت متوجه شده بودم که او مرا دوست دارد. به او اعتماد داشتم. با لبخند گفتم: زویا، هیسس. میدانم که بینتان چیزی وجود ندارد، نیازی نیست توضیح بدهی. مدثر با لبخند نگاهم کرد و به جمع دیگران پیوستیم. مدثر دسته گلی که برایم چیده بود را با عشق به دستم داد. تشکری کردم و دسته گل زیبا را گرفتم. زویا: تشکر مدثر جان، اما من راضی به قطع کردن این گلها نبودم. آنها در بوتهشان زیبا هستند کنار عزیزانشان. میدانی در اصل ناراحت شدم که تو اینها را از عزیزانشان جدا کردی. میدانی شاید این گلها مرده باشند. مادسر دستم را گرفت و گفت: خانم مهربانم باشد، بار دیگر برایت گل را با بوتهاش میآورم. زویا: های مادسر، تو در هر شرایط شوخی میکنی. نزدیک های غروب همگی دوباره به خانه بازگشتیم. تقریباً 1 سال از ازدواجمان گذشته بود و حالا میخواستیم سالگرد ازدواجمان را جشن بگیریم. همه آمادگی ها گرفته شده بود. لباسی که برای جشن آماده کرده بودم پیراهن ماکسی به رنگ جیگری بود. آن را پوشیدم و مشغول آرایش صورتم بودم که مدثر وارد اتاق شد و محو تماشای من ماند. نزدیک آمد و محکم من را در آغوش فشرد. مدثر: خانم زیبایم، چقدر خوشبختم که با توام. سالگرد ازدواجمان مبارک، چقدر زیبا شدی. نمی شود اینطور پیش مهمانها نروی، می ترسم مردم تو رو چشم بزند. میدانی زویا، از همان بار اول که دیدمت دلم رو بردی. آن چشمهای اصلیت حک شد در قلبم. بار اول یادت هست؟ وقتی با هم تصادف کردیم. از تعریفهای مدثر قند در دلم آب می شد. زویا: ولی یادم هست سرم رو نزدیک بود بشکنی. مدثر: هه. از همان زمان دل به تو داده بودم. بعد در میدان هوایی دیدمت، همانطور بیشتر و بیشتر عاشقت می شدم. تو از عشق من بیخبر بودی و من روز و شب در عشق تو می سوختم. تا اینکه تو مال من شدی نمیفهمی من خود را چقدر خوشبخت حس می کنم با داشتن تو. از اعترافهای مدثر به اینکه عاشقم بوده احساساتی شدم و قطره اشک از چشمم لغزید. آیا من لیاقت این همه عشق را داشتم؟ مدثر بهترین مرد بود. بارها من را با محبتها و عشقش شرمنده کرده بود، اما من هیچ وقت نتوانستم محبتهایش را جبران کنم. اما خیلی دوستش داشتم. این اسم عشق نبود، بلکه فراتر از عشق بود، دوست داشتن که مقدس‌تر از عشق بود. من عشق را تجربه کرده بودم، اما مطمئن هستم هیچ کسی را در دنیا به اندازه مادسر دوست نداشتم. بسیاری میگویند که عشق تنها 1 بار اتفاق میافتد، اما در حقیقت گاهی همین دوست داشتنهای صادقانه و خالصانه است که از عشق هم فراتر میرود. این دوست داشتنها، این احساسات لطیف، گاهی روح انسان را به جایی میبرد که گویی همزمان شجاعت و ضعف، درد و آرامش در کنار هم جای گرفتند. شاید بگوید چگونه می شود چیزی فراتر از عشق باشد؟ ولی من مادسر را فراتر از عشق دوست داشتم.
من هم میخواستم که برای مدثر بگویم که چقدر دوستش دارم، چقدر از این که کنارم است خوشحالم. تا لب به سخن باز کردم دروازه به شدت باز شد و شبستان با چشمان پر از نفرت حمل‌هور شد به من. در دستش چاقوی بزرگی بود و میخواست من را بکشد. من که ترسیده بودم و از شدت شوک هیچ کاری نمیتوانستم بکنم. با احساس درد در قسمت شکمم و فریادهای مدثر دست و پایم سست شد و به زمین افتادم. مدثر شبستان را به طرفی پرت کرد و نزد من آمد. مدثر عشقم لطفاً. آه خدا شبستان تو چی کردی؟ چشمانم تار میدید و آخرین تصویری که دیدم شبستان بود که با چاقو در دستش و مدثر غرق در خون بود. هرچه اتفاق افتاد برایم گویی در یک لحظه به دنیای دیگری منتقل شدم. تمام آن لحظات زیبا که با مدثر داشتم همه به یک بار رنگ باخت و همه چیز به هم ریخت. خب عزیزان شنونده، امید که از شنیدن این قسمت داستان لذت برده باشید. برای شنیدن قسمت‌های بعدی این داستان لطف کرده کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کرده، ویدیو را لایک و به دوستان خود بفرستید. تا بعد، الله نگهدار.